این احوال برای آن همه نفرایی که اسلام ستیزند. 100 ساله ها شد به هر بهانه میخواهند به اسلام سنگ بزنند. اینا همه دعوای او را دارد که گویا که اسلام به زور شمشیر به ما آمده رسیده است. اینا همون کورصفتانه هستند که در روز روشن چشماشون میپوشند و میگن آفتاب کنی. هزارها دلیل وجود دارد با اینکه اسلام به زور شمشیر به ما مردم فارس آمده رسیدگی نیست. خاصتا برای مردم تاجیکستان. اگر به زور شمشیر باشه 1300 سال شد مردم چرا اسلام ترک نمیکنند؟ کمونیستی که پدر شما بود هیچ که امروز در فکرش نیست. زردشتی که شما میگین امروز دموکراسی است، چرا شما روش نمیکنین؟ این یک مرض هست که در خود این مردم جا شدگی از کینه و عداوت و بدبینی نمیدونند سرشون در کجا بزنند. الحمدلله که روز به روز چهره اینو آشکار شده است. هر کس در انتخاب دین، عقیده، فکرش آزاد است. اما اگر میخواهی یک عقیده، یک دین پیروی میکنی، شرط نیست که دینی بابایی و اجدادی که خودت 100 ساله بلکه 1000 سال شد پیروی میکنند با او سنگ بزنی. بگو من خودم این تصمیم گرفتم. یک ذره از او عدالتی که شما میگه به زور شمشیر ما آمد رسید حضرت عمر، از او عدالت به شما یک سخن میکنم. البته این ویدیو برای گوش شنواست. در خلافت حضرت عمر اونه که شما بعدش میبینید عدالت ای را ببینید چه رقم است. خواستن مکه را بزرگتر بکنند، اما در بزرگ کردن مکه در مساحتش خانه حضرت عباس خلل میرسان. حضرت عمر قرار برآورد که خانه حضرت عباس را چپه بکنند تا مکه وسیع‌تر شود. البته در عوضش برای او خانه بتن. حضرت عباس اومد گفت که نه، من هرگز در این کار راضی نمیشم. حضرت عمر گفت ای عباس برای خانه خدا است. گفت به هر چیزی که باشه من راضی نمیشم، این مال شخصی من است. انا ایره دولت مستقل میگن، انا ایره میگن که دولت برای مردم است. حضرت عمر گفت پس باید کار به قاضی بیفته. حضرت عباس گفت قاضی را فریاد کن تا بین ما فیصله بکنه. حضرت عمر گفت نه، ما باید پیش قاضی بریم. اینجا مستقلیت قاضی را نشان میده در دولت حضرت عمر. شورای انتخاب کردن قاضی، رفتن پیش او. نزد شورای رفتن و گفت شورای که ای امیرالمؤمنین بفرما. حضرت عمر گفت نه، ما امروز امیرالمؤمنین نیستم. گفت ما امروز عمر ابن خطابم. قضیه را گفتن و گفت شورای که نه، حضرت عباس حق داره، این مالکیت شخصی او است، باید او را راضی بکنی. حضرت عمر گفت تو بهترین قاضی هستی. نگفت برای زندانش بدازی. حضرت عباس گفت ما از حقم گذشتم، به خاطر خدا بگیرین، هر کاری میکنین بکنین.